دقیقاً کبر با کفر هم پایند، کبر با کفر هم خوانند، کبر با کفر همزاد است. عزیزان، وقتی من احساس بی‌نیازی از یک کسی میکنم، میگم من چه کاری دارم به فلان، چه نیازی به تو دارم و من خودم از تو خیلی بهتر میفهمم، من از تو خیلی موفق ترم، این میشه چی؟ میشه قله کبر. و دیگه بین انسان، هنگامی که انسان‌ها در تقابل با یکدیگر کبر دارن، خدا اینا کرده شوهر نسبت به زن، زن به شوهر، برادر به برادر، دوست به دوست، حکومت مردم، مردم حکومت. هنگامی که مقوله کبر بین انسان‌ها حاکم میشه، دیگه تمام روابط اجتماعی فرو میریزد. حالا که میدانیم به واقع ما همه نیازمند به همین. امیرالمومنین فرمود اللهم لا تحوجنی الی خلقک، خدایا منو به خلقت حاجتمند و محتاج نکن. همین دعایی که ما میکنیم، خدا ما رو به خلق محتاج نکن. پیامبر فرمودن علی جان اینو نکن. نمیشه. خدا انسانها رو به گونه‌ای آفریده